سلام. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که من ASMR تولید میکنم، محتوا میسازم، یه موجود جونوری به اسم یوتیوب کلن جلوی پیشرفت آدم رو میگیره، پخش نمیکنه. یه کلیپت خوب میخوره بازدید، کلیپ بعدی یه دفعه بود، کلیپ بعدی بود، کلیپ بعدی بود، یه کلیپ به زور خودشو میکشه بالا. جریان چیه؟ جریان چیه؟ تو پریز برقه. همه میگن جریان تو پریز برقه. نه نه نه، جریان پشت پرده یوتیوبه. یعنی اونجایی که سادیسم، آسکاریسم و خیلی چیزای دیگه اون پشت دارن اون ویلویلک قیلقیلک میخورن. جریان اونجاست. نمیذارن کلیپت بازدید بخوره. بعد هرس و جوش اسموکینگ دود کنی